بخشی نیز آمده است. ولی به نظر می رسد معنایی که با جستجو در زبان فارسی به بخشی می دهند از همه پذیرفتنی تر باشد. بخشی کسی است که خداوند به او توانایی‌های استثنایی بخشیده است. محمد رضا درویشی. بخشی تا اون حدی که من شفاهن از بخشی‌های کهنسال منطقه ترکمن سردار سوال کردم که بخشی یعنی چه؟ گفتم بخشی یعنی این که خداوند یک بخششی عطا کرده به یک انسانی و اون رو صاحب یک سری امتیازها و هنرها کرده. همین تعریفی رو که بخشی‌های ترکمن در ارتباط با مفهوم بخشی برای من کردن، جالب اینه که بخشی‌های شمال خراسان هم درست همین مفاهیم رو برای من بازگو کردن. بخشی‌های ترکمن عموماً دوتار نوازند و دوتار را چون جان شیرین دوست می‌دارند، زیرا تنها وسیله‌ای است که می‌توانند با آن دردها و شادی‌های مردم خود را فریاد کنند. ترکمن‌ها می‌گویند دوتار نوازان بخشی گاه کار یک لشکر را انجام می‌دهند. بر اساس روایتی مذهبی، نخستین پدید آورنده دوتار بابا قنبر تیمارگر اسب حضرت علی بوده است. روایت دیگری ساخت و پرداخت آن را به اندیشمندان یونانی چون فیثاغورس و افلاطون نسبت می‌دهد. اگر این روایت‌ها را هم جدی نگیریم، دست کم رواج و رونق دوتار در تقریباً همه سرزمین‌های آسیای میانه، اگرچه با نام‌های مختلف، بر پیشینه بلند این ساز دلالت می‌کند. دنبرا، قپیز، تامبور، چنگور و چگور از جمله نام‌هایی است که تاجیک‌ها و قرقیزها و ازبک‌ها و اویغورها و قزاق‌ها به این ساز دو سیمه داده‌اند. در فرهنگ ترکمنی هم حتی دوتار نمیگن، تامدیر یا تامدیره میگن. بنابراین ساز اصلی که بخشی ها می نواختن و هنوز هم می نوازند ساز زهی مزرابی هست که حالا در فرهنگ های مختلف ممکنه که ما شاهد اسامی مختلف باشیم. البته به گفته محمد حسین یگانه، بخشی معروف و از دست رفته خراسان دوتار ساز اصلی و مورد علاقه بخشی هاست، ولی این بدان معنا نیست که هر دوتار نوازی را میتوان بخشی نامید. بخشی هنرمندی چند جانبه است، میتواند بخواند، بنوازد، بسراید و حتی ساز خود را بسازد. این همان توانایی‌های استثنایی است که خداوند به بخشی ها بخشیده و نامشان از همین روی بخشی شده. گفتیم که موسیقی ترکمن پیوندی تنگاتنگ با شعر و ادبیات بومی دارد. شعرها و منظومه‌های عدالت طلبانه و آزادی خواهانه، به خصوص سروده‌های شاعر ملی ترکمن مختوم قلی فراغی، درخششی ویژه در این پیوند دارد. با آنکه حدود 250 سال از سالهای زندگی او می‌گذرد، شعرهای برانگیزاننده‌اش بر زبان بخشی هاست. مختوم قلی از جمله در شعر آهنگی سروده است: زمانی خواهد رسید که شما چون شیر قوی خواهید شد و ظالمان به پای شما خواهند افتاد. حمیدرضا اردلان، پژوهشگر دیگر موسیقی بومی، موسیقی ترکمن را در پیوند با شعر بومی
بسیار گسترده ارزیابی می‌کند. موسیقی ترکمن صحرا گستره عظیمی رو تشکیل میده. اولا جدای از دوتار نوازی، نی نوازی خیلی فراگیر و با مقام‌های پیچیده‌ای وجود داره و علاوه بر اون یک سری موسیقی آوازی اینها دارن، یک سری موسیقی زنها هست اونجا. عرضم به حضور شما یک سری آیین‌های با گرایش شمنیزم هست که درش موسیقی‌های خاصی برای مداوای بیمارها هست و موسیقی ترکمن صحرا بسیار موسیقی گسترده است و محدود نمیشه به دوتار نوازی. به طور کلی موسیقی ترکمنی دارای مقام‌های شناخته شده با اشعار شناخته شده و گسترده هست. در میان ترکمانان غیر از دوتار سازهای دیگری نیز رواج دارد که شاید برجسته‌ترین آنها ساز قجاق باشد که میتوان آن را کمانچه ترکمنی نام داد. شبیه همین قجاق را میتوان در جنوب خراسان و در سراسر بلوچستان شناسایی کرد که بر آن نام قیچک یا قژک نهاده‌اند. ساز دیگر دیللی تویدوک نام دارد که معنای نی دلوله میدهد. در واقع سازی شبیه قشمه در خراسان و نی جفتی و دونلی در موسیقی مناطق جنوبی ایران است. نی دلوله بیشتر ساز شبانان است، ولی کمانچه یا قجاق را همیشه در همراهی با دوتار به کار می‌گیرند. غزلخوانی نوعی دیگر از موسیقی ترکمنی است، چیزی شبیه آوازخوانی در موسیقی سنتی شهری. بخشی‌ها نغمه‌های دوتار خود را گاه با غزل‌های سعدی و حافظ و پاره‌هایی از شاهنامه فردوسی همراه می‌کنند. انواع موسیقی کاربردی یا مناسبتی را نیز می‌توان در مجموعه موسیقی ترکمن پیدا کرد، مثل مولودی خوانی که در آیین‌های مذهبی صورت می‌پذیرد، هودی خوانی که همان زمزمه لالایی‌های مادرانه است، نوحه خوانی که در سوگ از